سلام علیکم دوستو. امیدوارم که همه قصه سربلند موفق و خانواده هستید انشالله. امروز یک پارچه از قصه حضرت عیسی علیه السلام میکنم. میگه یک زن اومد نزد حضرت عیسی گفت که ای پیغمبر خدا، کنی ای خداوند گفت سوال کن که در زندگی در تقدیر من چند تا فرزند هست. بعدا حضرت عیسی علیه السلام گفت به خداوند پروردگار رو گفت میدونی که این زن از من چه سوال کرد، آگاه هستی، در جواب چیش بگم؟ خداوند گفت که حضرت عیسی را که بگو که در تقدیر این فرزند نیست، فرزندش نمیتیم. بعدا حضرت عیسی گفت این زن که گفت در تقدیر تو فرزند نیست، گفت فرزند نمیشود، ایت بدنی و فرزند نمیوید. بعد این زن خیلی زیغ شد، خیلی دل شکسته شد. بعدا سالها میگذرد، یک وقت دیگر با میخرن حضرت عیسی با همین زن و این زن ایدم باش یک 5-6 تا کودک داره، خیلی شاید 5-6 تا 4 تا کودک داره. میگه حضرت عیسی که عیسی میگه شناختی منه؟ میگه نه نشناختم. میگه من فلان زنی هستم که ای خدا سوال کرده بودی، گفتی که خدا میگه که فرزند نمیتیم، اینا به امر من فرزند داد کو. حضرت عیسی علیه السلام در تعجب میمونه، میگه که هیچ خیلی شید. پس سوال منه پروردگار میگه خدایا گفتی که در تقدیر این زن فرزند نمیشوه، ما را گفتیمش که نمیشوه، فرزنددار شده، چه خیل شید؟ خداوند بعد میگه که ای عیسی میگه همین زنی که میبینی میگه در نزد درم اومد، میگه در پشت درم چنان زدن کرد که دیگر امکانیت رد کردن دعا نبود. دیگه گفت فرزندش دادم، 3-4 تا فرزند خداوند بعد فرزنددارش کرد به سبب دعا کردن. همین زن وقتی که شنید که در تقدیر اون نیست یک فرزند، بسیار زیغ شد، بسیار گریه کرد، خدا را بسیار نزد خدا زاره کرد. مثلا بگیم که شبان دعا کرده، زیاد دعا کرد، گریه کرد که خدایا برای من فرزند بده. خداوند فرزندش داد. بعضا انسان ها میگن که چی وقتی تقدیر انسان مثلا خداوند تقدیر میتیه و با گناه در کله انسان خود شد. برادرو تقدیر دو نمود میشود تقدیر الهی و میشود تقدیر ساخته، یعنی که هر یک انسان تقدیر خودش میسازه. هستن این همون تقدیر ها. مثلا که خداوند گفت همون زنه که من در تقدیرت نمیتیم فرزنددارش نمیکرد، الله نمیدادش فرزند، این تقدیری همون زن بود. اما وقتی که دعا کرد به سوی خدا دعای زن قبول کرد، نه اینکه تقدیری او را فرزند. خداوند دعای زن قبول کرد و برای اون زن فرزند عطا کرد و اصل در تقدیر او کودک نبود، اما وقتی که دعا کرد خداوند کودک داد. خداوند در قرآن میگه که ما تقدیر انسان را علیش نمیکنیم تا وقتی که خود انسان عوض نکنه، یعنی که یا به سوی بدبختی یا به سوی نیکبختی انسان خودش میبرخشه. انسان تولد میشود، اگر تولد شد نر این تقدیر خداونده، اگر تولد شد که مثلا معیوبه این تقدیر خداه، مثلا تولد میشود دختره این تقدیر خداه. خب مرگ زندگیش تقدیر خداه، اما هستن با تقدیرهایی که انسان خودش میسازش با دستی خودش. مثلا انسان وقتی که تولد میشه خداوند نمیگه که برای عرق خور شه، وقتی که او عرق خور شده، بدمست شده، دزد شده، راهزن شد، این تقدیر الهی نیست، این تقدیر خودش ساخت با دستی خودش. این تقدیر شیطانی میشود، این شیطان بوده به او راه. شما تقدیر ای تقدیر فرق نه، تقدیر میشه تقدیر الهی و میشه تقدیری که ساخته، یعنی که خود انسان برای خودش میسازه همین تقدیره، روح انتخاب میکنه. بعضا انسان ها میگن که خداوند امر میتیه، مثلا خداوند امر میتیه، مثلا 70 سال امر میتیه، بعدا دعا میکنن میگن پروردگار عمر دراز بده، یعنی که مثلا در حقش دعا میکنن عمر درازش بده. بعضی انسان ها سوال میکنن که چه خداوند با امرم خیلی درازش میکنه؟ خداوند دعا قبول میکنه،
خداوند وقتی که دعا را قبول کرد همون 70 سال میتید، اما برکتی که در همون 70 سال میتید چینی 700 سال میشود. یعنی که برکت هم اینجا خیلی مهمه برادر. اگر برکت در زندگی در عمر نباشه، عمر مثل یک آوری فکر میکنی که تمام شد، در حال تمام میشه. وقتی که خداوند دعا میکنه، خداوند که دعا را قبول کرد همون 70 سال مثل 700 سال میشود، بسیار با برکت میشود، با نصرت میشود. به همین خاطر هر یک چی به خودش معنا داره. به همین خاطر برادر جانو در همین ماه شریف رمضان وقتی دعا های، وقتی زاری و تولا های، تقدیر خودتون به سوی کامیابی ها عوض کنی، راهنمایی کنی. یعنی که دعا کنی انشالله گناهاتون رو میبخشه خداوند و عمرتون رو دراز میکنه. هر چی که طلب دارید طلب کردن گیرید. خب در اخیر گفتنیم که لایک پادپیسکا را فراموش نکنید، نوار را پهن کنین. کنی که 1000 تا پادپیسکا در چند وقت میشود. لایک هم میشه خیلی برادر. سری ما توزه شد با یک اون قصه های نو بعد با زمزمه میکنم، راحت میکنیم همه کسا. خداوند همه مونا نگهدار باشه.